ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. بیننده های ارجمند السلام علیکم و نامه نوبتی در صحبت صاحب دلان مهمان خانه های شماست و این شام در مهمانی برنامه ما نفری هستند صاحب دل، نفری که شخصیت معروف، نفری که در تربیه هزارها نفر شاگردان حسی شایسته گذاشتند، هم در رشته زبان و ادبیات و هم در رشته تلویزیون. استاد عزیز ما سید عمر سیدوف مهمانی ما هستند. استاد خوش آمدید. سلام باشید. السلام علیکم. و من فکر میکنم صحبت ما امروز وابسته به اون که میخواستیم برای شما بیننده های عزیز، چون استاد دائما در موقع برندگی می ایستند، مؤلفی برنامه می ایستند، این وقت بیشتر سوال می دهند و کمتر پاسخ. و امروز گویم راستی برای من نیست تا یک اندازه هیجان آور است، به خاطر اینکه بار اول با استاد خودم می نشینم و مصاحبه می گیرم، زیرا استاد نفری هستند که هنوز از زمان محصلینی من وقتی در مکتب می خوندم، بعداً چون به دانشگاه وارد شدم از روزهای اولین دستی مرا گرفتند و راهنمایی کردند و در تربیه ما شاگردان بسیار حسی بزرگ دارند. استاد عزیز بار دیگر شما را خوش آمدید میگویم. در موردی گفتیم که مثلا یک مصاحبه که آخرین من خواندم در شماره آخرین روزنامه منبری خلق، اونجا یک اشاره بسیار عجیب رفته است. گفتید که هنوز بچه بودم، خرد بودم که پدرتون که از اهل فضل بودن، نفری که سخندان، سخنشناس، شعر میگفتند و اشاره کردید که هنوز از خردی برای ما تلقین میکردن که شعرهای بزرگان را از یاد کنیم. و من میخواستم یک نگاهی شما رو به آن همون 40-45 سال پیشین، اون زمانی که به قول در عرف مردم میگن عقل را به دست میگیرند و یک میشناختگی میشود، بعد یک موردی میشود که واقعا اون سن سال یک ذهنی بسیار برا است که واقعا حضرت قبلگاهی شما انا همین حالت رو به اینوبت گرفته تحقیق کردن که با همون آثار نیاگان بهم از نزدیک آشنا شوید. من میخواستم انا همون صحیفه های تاریخ گذشته رو یک رونما میکردیم در مورد اون که در ذهن شما بیشتر بازم با کدام گوییم جذابیتش، جالبیتش نقش بسته است. مرحبا. تشکر الهام جان. اون صحبتی که شما آغاز کردید، یعنی به اداره تلویزیون سیمای مستقل یکم اومدم فکر کردم و به خودم هم سوال دادم که در طول فعالیتی ژورنالیستی من در طول زندگی فعالیت خودم چند بار من مصاحبه دادم و چند بار به من سوال دادن و بینم کمترین وقت، کمترین واقعا رخ داده است که من به سوال جواب داده باشم و بیشتر خودم سوال میدادم و فکر میکنم که جواب دادن البته کاری آسان نیست، ولی متخصصانی ساحه ژورنالیستیک میگن که جواب دادن البته دشوار است، ولی سوال دادن هم کاری آسان نیست. سوال دادن هم هنر است. برای همین این یک مخصوصا در کاری شما این کاری آسان نیست. خب اینجا شما از دوران زندگی، از دوران کودکی و نوروسی من یاد کردید. اونجا در صحبتی که با سردبیری هفتهواری منبری خلق نامزد علم‌های فیلولوژی ادبیات شناس و ژورنالیست بختیار همدم صورت گرفت، ایشان با من یک سوال مطرح کردن که از کجا سر زد که تو به همین علم و کتاب و چی ها روی آوردی، یعنی به معنی اون که این تصادفی بود یا همین خیلی طبیعی بود. و من رجوع کردم به همون آغاز زندگی خودم که واقعا خیر شما هم آگاه هستید پدری من عبدالغنی سیدوف یک نفری بودن که هرچند مثلا صاحب دیپلم نبودن، صاحب یگان خط کرده یگان مکتب نبودن، ولی نهایت انسانی دانشمند بودن. مهمتر از همه پدرم که داننده خط نیاگان بودن و ما از دوران کودکی خط نیاگان رو آموزاندن و در برابر کتاب قرآن و 4 کتاب و این گونه کتاب ها همیشگی پدرم در خانه کتابی مثنوی معنوی مولانا جلال الدین رومی، حافظ شیرازی، بیدل بود و اون به ترتیب میخوندم و در یاد دارم همین روی صندلی همین خیلی چراغ داشتیم
اون قندیل‌های حاضر کجا، چراغی که همین لامپوچکه میگرفتن چشمشون نمیگذاشت رحمت پدرم. همون لامپوچکه از بالا خونه خورد خونه پس داشتیم، خانه چه میگفتیم اونه، همین خیلی پایان میکردن، همین عینکشون دو سه خیل عینک داشتن، بعضا به اینش به اونش میخوندن و ما رو هم مجبور میکردن که خونیم. این یک. دوم، در برابر اون که علمی کهنه میدونستن، پدرم هم قدمی زمان بودن برای اون که در خانه ما پدرم عبور میشدن، مخصوصا به مجله صدای شرق، به فن و ترموش به زبان ازبکی، همین خیلی یک مجله بود، مجله های بسیاری بود که ما پدرم به اونها عبور میشدن و پیوسته میخوندن و ما رو هم تلقین میکردن که خونیم. یک چیزی جالب این است که الهام جان از خاطرم نمیبرد، هر روز سحر پدرم میرفتن، یک دفتری کلام داشتم پدرم تشکیل کرده بودن، یک دفتری که و در روی اون درونش پروتکل های کالخوز و همین خیلی یک دفتری که برای مجلس های کالخوز است، اون آورده در هر یک صفحه‌اش ابو عبدالله رودکی، در صفحه در 10 صفحه میپرداختن ابو القاسم فردوسی، 10 صفحه دیگر ناصری خسرو، 10 صفحه دیگر سعدی شیرازی. همونجا همون نمونه های اشعار اونها خودشون با حسن خط زیباشون می نوشتن و آهسته آهسته میگفتن که امروز تو بگو ما از تو مثلا از ناصری خسرو یک متن یا از سعدی شیرازی یا غزل، اون چیزهایی که میگن که در جوانی نقش درسن، اون چیزهایی که از یاد کرده بودیم همونها هرگز از خاطر فراموش نمیشه. مثلا پدرم همیشه که تلقین میکردن که خان از سعدی من میخوندم، علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست، نادانی نه محقق بود نه دانشمند، چهار پای در روی کتاب چند میگفتن و فهمیدی گفته، باز همون معنی هاش هم گشاده میدادن پدرم. این یک طرفی مسئله. و مسئله دیگری که من همینجا مخصوصا میخوام ذکر کنم این بود که پدرم فقط در دایره ادبیات، در دایره سخن و سخنوری حرف نمیزدن، اون کس کش میکردن که ما داننده دیگر علم ها هم باشیم. همین هم خانشی خورده که داشتیم، فکرم الهام جان شما اون زمان هم خورد بودید، یک تاکچه داشتن، تاکچه ای که اونجا همین خریطه جهان نه پلیتیسکه کارت میره میگن که همونه نصب کرده بودن و یک چم داشتن، یک چوبی خاصه، چوبی که از همین نوده عادی همین درخت داشتن و نشان میدادن. اینجا نپال من اون کس نشان میدادن، مثلا شریلانکا یا مثلا اندونزیا، وقتی که اون کس مثلا ایتالیا گفتن من باید ریم میگفتم، وقتی که اون کس انگلی میگفتن نشان دادن من باید که لندن میگفتم. انا میخوام سن قطعه به قطعه از یاد میکنم. مثلا حاضر من میتونم یک قسم البته وقت هست مثلا میگفتن که امریکای جنوبی، من سر میکردم کوبا، براباداس، کاستاریکا، گایتی، گواتمالا، هندوراس، گرینادا، همین دولت ما از یاد میکردم. یعنی من وقتی که میرفتم به مکتب همون چوب اوکاس که میگن که چوب اشارتی مثلا فنی جغرافی میگرفتم، استاد عطایف بودن، اون کس حیران میشدن که این بچه مثلا 4م صف یا 5م صف یا 6م صف چقدر همین جغرافی میدونن. یعنی چی گفتنی؟ یعنی این زمینه هاش استاد اولین هم پدرم گذاشتن، یعنی محیط ساختن. یعنی با این برای چی من این مثال آوردم؟ من نمیخوام که اینجا برای بینندگان شما پدرم تعریف کنم یا خودم تعریف کنم، لیکن میخوام که همین چیز بوده است که امروز متاسفانه همین چیز در زمان امروز کمتر، پدران ما حتی ما هم همین کارو به انجام رساندن نمیتونیم. من همینجا میخوام یک نکته یکی از دوستان عزیزی ما اون کس صنعت شناسی معروف نعیم گنیویچ حکیموف باید بیارم، شادروان. یک بار ما سفر کردیم، اون کس در بازگشت سفر از من پرسیدن که در دانشگاه درس میگوید؟ من گفتم ها در دانشگاه درس میگم. در یک هفته چند ساعت درس میگوید؟ اون وقتو درس ها هم به شکل دیگر بود، بسیار درس میگفتیم، در یک روز 6 ساعت 5 ساعت درس داشتیم، یک هفته تو 30 ساعت درس. من گفتم که استاد خیلی در یک هفته 30 ساعت درس میگم. از یک سوال دادن، خب 30 ساعت درس میدی، خب در یک هفته چند ساعت برای فرزندتون درس میدی؟ یعنی این سوالی بود که واقعا سوالی که من کس رو به اندیشه وادار میکنه. این فقط برای من نه، برای هر یک نفر بیننده هم فکر کند که برای فرزندش او چی درس میتید، نوابسته اون کدام درس است. از همین خاطر و همین پدرم بودن که در صحبت ها، حالا ما جوان بودیم، اکنون به دانشگاه حالی داخل نشده، میگفتن که در همین محله ما یک نفری هست که
پسری بیگ اماک میگفتن همیخیل نصرالدین بیگ پسری نصرالدین بیگ یک جوان هست که واقعا او دانشمند هست که من به دانشش قائل هستم نامش عبدالمنان نامش هم نام زیبا گفتند و اکنون علاقه همون صنف 10 مرا گرفته نزد همون کس برده گفتن که همین پسری منه تو میگفتن اون کسی تو تربیه میکنی و استاد از خاطر فراموش کرده نمیتونم از من سوال جواب کردن بعضی مطلب های پرسیدن اکنون اون وقت چی هم میدونستیم لیکن به هر حال استاد خوب نقص گپای خوب زدن و نخستین یک کتاب دادن گفتن که من یک بار توی سنجم یک کتابی ضیاءالدین نقشبی هست اون کتاب دادن گفتن که همین تو برگردان میکنی از فارسی به کریلی و من آمده اولین وظیفه استاد عبدالمنان نصرالدین همین برگرداندن همین کتاب بود. خط شناسی شما از زمان کودکیتون بود؟ بله از زمان کودکی نه هنوز از زمان کودکی بود لیکن اولین همین وظیفه استاد همین بود. از همین یعنی پدرم و استادم چی شدن که سبب شدن که من همین کمتر به علم و به کتاب روی بیارم و از یاد کردن متن‌های زیاد یک اندازه در وجودی بنده یک همین سلیقه و ذوق سخنشناسی بیدار کرد. شکرانی خداوند که ما با استاد در یک محل زندگی میکنیم و اتفاق شاگردی استادی نیز از همین است که راستی من گویم با اگرچه خرد بودم نقص در خاطر ندارم مثلا لیکن من میدونستم که پدری ایشان غنی جان امک بسیار یک از اهل فضل نفرای سخندان شعرشناس بودند و مادرشان را که تا فرصت آخرین میشناختم که واقعا یک زنی صالحه نفری که گویم تربیتگری اهل محله بودند نفری که دعاگوی محله من بودند خالی زیبنیسا و استاد شما در عائله پدر و مادر فرزند خردی هستید و استاد سخن از استاد عبدالمنان نصرالدین گفتید خدا رحمت کند استاد عزیز من رو شما رو سید عمران میگفتن و مثلا شما در حجت ها نامتان سید عمران و حتی بار در یک صحبت من گفتم که اکای عزیز برای چی همین خیل بعد شما یک قصه عجیب نقل کردید که راستی گویی به عائله این فرزند خردی راستی اول هم خوشنودی بعدا بسیار خوشنودی آورد که تا فرصتی آمدن بسیار یک گویم برای مادر یک گویم کمی مشکلی نیز بود. من میخواستم از زبان خود شما همین چیز نقل شود. بله خیلی چیزی که شما به یاد آوردید ما 9 نفر فرزند 4 نفر پسر 5 نفر دختر و من 9مین فرزند هستم و برادری کلانم که سید احمد هستند. من اینجا مخصوص گفتنی هستم که این کس همچون پدر اکنون پدر من از پدر در سن 20 سالگی موندم هنوز در خدمت وطن بودم که اون طرف همین برادرم همچون پدر به من راهنمایی کردن و در دشوارترین لحظه‌های زندگی مرا دستیاری کردند و کمک رساندند که شکر میگم. البته دیگر برادران خواهران هم همینطور. ولی این قصه عجیب است. اصلا 9 فرزند وقتی که مادرم رو به تولدخانه میفرستانند خبر میرسد که هم مادرش هم خودش در حالت وزن قرار دارد. اول مادر در حالت وزن قرار دارد حتی پدرم میگویند که بگذار فرزند نماند هم لیکن مادر ماند که من 8 نفر فرزند دیگر دارم. این یک. دوم این که سخن درباره اون که همون به طریق جراحی امروز اینقدر معمول شده است اون وقتا کمی در کم کسا به طریق جراحی تولد میکردن. من به دنیا همین به طریق جراحی آمدم و خبر میرسد که گویا که مادر درست لیکن فرزند اکنون درست نمیبراید وفات میکند. همینطور بحث و مناظره های دیگر. خلاصه مرا و مادرم رو وقتی که به خانه میارن و یک کته ما میگم همسری دادری پدرم یعنی زنی امکی من همین خیلی یک روغنی
چیه دنبه میگیرند و به دهان من میاندازن. همین خیلی که من میخورم. اون کس میگه این هیچ خیلی نمیمرد این زندگی میکنه. و همین خیلی نشد که اصلا سعید نامی بابای من و پدرم اکنون عمران سعید عمران یعنی عمرت را ران گفته عمر بین گفته میمونم. ولی اکنون خیلی گذشتی زمان البته استاد عبدالمنان نصرالدین عمران میگفتن به خاطر نام پیامبر، یعنی به نام ما در هر دو مورد هم ما چی هست. ولی عمران یک معنی دیگر هم دارد. عمران معنی آباد را دارد. کلمه عربی است عمران آباد. سعید خوشبخت یعنی آباد و خوشبخت. همین خیلی اصلا نامی چی هم نیست. چند نفر دیروز چون سخن درباره همین آمد، یک نفر جوان خودش آشپز سحر خطی خونه آمد در گفت که فردا شما همینجا هستید؟ هستم من فردا میبیم سحر ساعت 7 آمد. همسرشو یک کودک آمد گفت که ما این فرزند نام شما گذاشتیم یک دعا کنید. خیلی دعا کردیم گوشش به قول از اون هم خوندیم. خیر گفت که همین نام شما برای ما معقول است. خب همین خیلی قصه نامگذاری همین خیلی تشکر. خب اینجا سخن از استاد اشاره رفت و در یک فیلم نامه‌ای که از روزگاری پیرانی برنادلی دهه سرتوقه شما آماده کرده بودید. من این سالهای 2000 بود اگه خطا نکنم همونجا سخن آغاز کرده در مورد پیرانی بردادل و شخصیت‌های بزرگ همان محله و گفتید که آدمانی بزرگ رو به کوه مانند میکنند چون دورتر میشوند یا دورتر میشوی شهامت و بزرگی آنها رو بیشتر احساس میکنی. بسیار یک باری خوش رو گفتید، بسیار تاثیر زیبا و راستی گویم نقش استاد عبدالمنان نصرالدین مخصوصا در گویم تربیت گویم معنوی شما همچون پدری معنوی بسیار خیلی بزرگ است. و امروز مثلا امروز اون چراغ محفلی که استاد تشکیل کردن گنج سخن نیست آن رو نیز به ابتکار شما آن روشن است. من فکر میکنم هر ماه اهل فضل ولایت و جمهور سنه 15 نیمه ماه امکان پیدا میکنن که در یک کنج یک گوشه در یک جای آباد اون محفل گرم رو در حضور آن محفل باشم. و من میخواستم ان همین مورد استاد امروز دوریشان رو برای خودتون چه احساس میکنید؟ تشکر. اون نکته ای که شما گفتید در مورد انسان‌های بزرگ به کوه مانند هستند، اصلا انسان‌های بزرگ برای اون به کوه مانند میکنند که شهامت بیشتر. بله شهامت چخیل اگر به انسان‌های به کوه چقدر نزدیک شوید همون قدر بزرگیش احساس میکنید. برعکس از کوه چقدر دور شوید باز بزرگیش احساس میکنید. زیرا چقدر دور شد باز هم نمیبینید که واقعا اینقدر بزرگ بوده است که همین قدر دور میروید باز از اون دور نمیشید. یعنی انسان‌های بزرگ هم به همین مانند میکنن. برای همین استاد ما عبدالمنان نصرالدین هم از همین زمره بودن. استاد برای من واقعا یک راهنمایی بودن که هم راهنما در جاده علم هم راهنما در ساحه در زندگی. الهام جان استاد عبدالمنان نصرالدین از زمره سخنشناسان معروفی ادبی فارس و تاجیک می باشند. شهرتی استاد عبدالمنان نصرالدین برونتر از مرز تاجیکستان در آسیای مرکزی در کشورهای شرق و همچنین در اروپا می باشد. زیرا استاد در جاده علمی سخنشناسی در چند مورد تحقیقات و کشفیاتی را به عمل آوردند که آنها رو میتوان از بازیافت‌های نخستین علم محسوب دانست. از جمله استاد در جاده شهرنگاری این علمی هست که آثار ادبی را توضیح و تشریح میدهد. در جاده متن‌شناسی و همچنین در جاده فرهنگنگاری مخصوصا امروز در خوجند مکتب فرهنگنگاری که هست و این مکتب از جانب محققان وطنی از جمله محققان معروف تاجیک محمد جان شکوری خدایی شریف عبدالنبی ستارزاده پذیرفته شده است. یکی از مکتب‌های بزرگ به حساب می‌رود
و اون کارهایی که در رشته لغتنگاری فرهنگنگاری می شود در سرگه آن استاد ما عبدالمنان نصرالدین هستند و استاد تنها من نیستم، استاد بیشتر از 30 نفر تحت راهبری آن کس به عنوان نامزد علم‌های سخنشناسی رسیده است. از استاد سلسله زیادی کتاب و مقاله ها مونده است و خوشبختانه با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت، مخصوصا با دستگیری رئیس وقتی ولایت قاهر رسولزاده، کلیات آثار استاد در 7 جلد چاپ شد که این یک میراث گرانبهای ادبیات ما به حساب می رود و من باور کنید الهام جان یگان روزی نیست که همین استاد به یادم نآیند، یگان روزی نیست که من استاد رو یاد نکنم و همین محفلی که محفل علمی و ادبی گنج سخن که از استاد به ما یادگار مونده است همچون یک فرزند معنوی آن کس ما دوست می‌داریم و خوشبختانه اهل ادب، سخنشناسان، سخنوران، دوستان ما، علمان، ژورنالیستان، کلا زیاییان همین ولایت هم کشور این محفل رو احترام میکنن، دوست میدارن، میبیاین و من میخوام یک خوشخبر رو رسانم که همین سال ماه نوامبر 65 سالگی استاد عبدالمنان نصرالدین است. بخشیده به همین جشنشون ما کتابی نوبتی جلد 6 ارمغان گنج سخن رو چاپ کرده ایستادیم که در آن هم مقاله های علمان هم اشعار شاعران درج می‌گردد. تشکر و من میخواستم در این همزمان در برابری اون که شما یک عالمی پرکار هستید همچون یک نفری که ژورنالیستی معروف شناخته شده، چون در آغاز سخن گفتم که راستی از سالهای میانه های سالهای 90 اون زمانی که در فضای ولایتی سوخت، اون وقتی لین آباد امروز سوخت، شبکه‌های تلویزیونی تأسیس یافتند و شما من در خاطر دارم که تلویزیون هفتم تا فرصت و جهان آرا و بعدا من تلویزیون سیمای مستقلی یکم که سالهای زیاد وظیفه راهبری ایجادی آن سرمایه‌گذاری رو به ذمه داشتید و من فکر می‌کنم انا همون مرحله هایی بود که ما نیز به این میدان آمدیم و گویم تربیت شما رو گرفتیم، تربیت شما استادان رو گرفتیم در مورد تهیه برنامه‌ها مناسبت به تلویزیون. اگرچه مثلا گویم اختصاصی ما مخصوص روزنامه‌نگاری نبود، لیکن من فکر می‌کنم وابسته به طلبات زمان، روندهای جمعیت ما انا همون مسائل‌های جمعیتی رو احساس کرده وابسته به طلبات و گویم موردی آن برنامه‌ها تهیه می‌کردیم. من فکر کنم اولین برنامه‌های تاک شو در شکل معاصر گویم با فرمتی گویم واقعا مهم این گویم من تاک شو چشم‌انداز در خاطرم که واقعا ما جایهاش عوض می‌کردیم، لیکن بسیار یک در فاصله کوتاه‌ترین محبوبیت پیدا کرده بود. من فکر می‌کنم صحبت ما این در این مورد به همین موضوع است که راستی به همین آن چه مثلا فرصت می‌افتید و من تلویزیون در زندگی شما بازم چی گویم تغییرات ها رو وارد کرد؟ تشکر. همین سال در عرفه جشن شرکت سیمای مستقل یکم شما یک برنامه ساختم با نام چهره‌های ماندگار، چهره‌های سیمای مستقل یکم، چهره‌های سیمای مستقل یکم. همونجا من یک صحبت داشتم، بعضی‌ها میگویند که با من، البته من همین خیلی شخصیت که بسیار کسا با من حرفاش روی راست میگوید، به خاطر اون که من خرسند میشم، به خاطر اون که من همین خیلی آدم هستم. من وقتی که همین الهام جان شما میگویم که برنامه‌تون خوب نمیگویم، مثلا برای من این دشواری ندارد، بعضیا استیاله میکنن، برای همین اونهایی که من میفهمن خودشون میگن. مثلا بعضی‌ها با من میگوین، من در همون برنامه گفته بودم که افسوس میگن که تو همین به تلویزیون رفتی، اگر تو به تلویزیون نمی رفتی یک عالم خوب میشدی. اکنون گفتن که تو نه عالم خوب هستی نه ژورنالیستی خوب، شاید هم خیلی باشد، لیکن من از اون که به تلویزیون رفتم همچون ژورنالیست کار کردم پشیمان نیستم. میدونید برای چی؟ من میخوام همین نکته یک بار، شاید سر این مسئله بسیار کسا فکر میکنن، همین علم ادبیات کتاب در مجموع آخرالامر مطلبش انسان شناسی، علم هم برای انسان است.
همون روز گفتیم که یک بیتی خوب گفتیم چی سود از آن که کتابخانه جهان است اوست، نه علم هرچی عمل میکنی همون است اوست. مثلا علمی زیاد سرتون میگیره، تمام کتابخانه سرتون میگیره، شما داننده تمام نکته ها هستید، همه چیز از یاد میدونید، لیکن اون دانش اون علم عملا برای نگذارید، به منفیت انسان نگذارید، بوری بین مردم نبودید، مثلا به منفیت اگر انسان نگذارید الهام جان، از وای علم چی سود؟ درست؟ این برای همین تلویزیون این خودش یک علمی بزرگ انسان شناسی است. من امروز شکر میگم که توسط این برنامه‌های تلویزیون من با شخصیت‌های زیاد نشستم، با انسان‌های زیاد هم نشست شدم، صحبت کردم، از زندگی اونها برداشت کردم، زندگی رو آموختم و ببینید که بیشتری یعنی اونها اگر 10 سال 15 سال پیش برنامه‌های برداریم، اونها متأسفانه امروز در دنیا نیستن، لیکن توسط برنامه ما یادگاری برای آیندگان از اونها موند. این تلویزیون این ایکوسگری واقعی تاریخ زندگی انسان است. در اینجا غلو، در اینجا دروغ، در اینجا حرفی مثلا الهوگی نیست. از مطلب مفکرم چیکار. برای همین من گفتنی هستم که تلویزیون یک مکتب بزرگی است که هر کس به طور خودش از اون برداشت میکنه. لیکن من بسیار میخواستم شما هم مثلا سالهای سال در تلویزیون کار میکنید الهام جان، اون امکانیتایی که حاضر تلویزیون ها دارن، اون امکانیت‌های سالهای مثلا 90 یا حتی سالهای 2000 این تلویزیون نداشت. بله. امروز ما امکانیات زیاد داریم. امروز تنها بدونید امروز یک ایده های نو، نگاهی نو، یک مناسبت های تازه ضرور است که ما توانیم که همون برای انسان خدمت کنه. تلویزیون هم به مثابه کتاب، تلویزیون هم به مثابه یک چیزی ارزشمند تاریخی این ایکوسگری حیات انسان است. برای همین یک بار دیگر میگم که من از آن که خیلی در تلویزیون هفتم، در تلویزیون سیمای موسیقی یکم، جهان آرا، در تلویزیون هفتم، در تلویزیون ولایت سوخت کار کردم، من از آن خرسند هستم. لیکن هر کجایی که بودیم بعضیا میگوید که مثلا برای چی کار میکنی؟ برای پول یا برای شهرت؟ همین سوالم داشتید شما؟ بله قبلا. بله. اصلا هر یک ژورنالیست ضمناً و شهرت نمیخواد، یکی هر یک ژورنالیست وقتی که برنامه میکند میخواد که برنامه‌اش بیشتر مردم تماشا کنند، یعنی تأثیری همون برنامه‌اش میخواد در جامعه ببیند. اگر همین ما شهرت طلبی بگیم خب پس شهرت طلبی است، لیکن این چیزی هست که انسان وقتی که ایجاد میکند میخواد که چیزی ایجاد کرده او یک چیزی خوب باشه که از اون مردم برداشت کنند. برای همین این تلویزیون یک مکتب بزرگ است. من با وجود امروز در رشته دیگر کار کردن، امروز هم یک برنامه دارم با نام آینه شب که این یک محبتی من به تلویزیون است. دوم یک برنامه دیگر در رادیو داریم که شرح شعر کمال خوجندی در رادیو با استاد محسن امینزاده، یعنی این دنیای ما رو رنگین میکنه تلویزیون، با اون معنی میدهد. تشکر. خیلی تشکر. به فکرم بسیار صحبت کردم درباره تلویزیون. چون که من احساس میکنم که محبت شما هم به علم و هم به تلویزیون زیاد است. من تنها همین دو اشاره از استادان که زمانی که من هم به راهنمایی شما در مدتی در تلویزیون ولایت که کار میکردم، اونجا استادا عبدالستار عبدالرحیمов بودند، خدا رحمت و مغفرت کند، و استاد عبدالله جان غفارov بودند، خدا رحمت کند. اما بعضی می نشستند ما که کادرهای جوان هستیم آمده بابا یک کوتاه نصیحت های خودشون میگفتن، بعد میگفتن که یک دفعه الهام جان تلویزیون توی ندارد، شوی ندارد، گفتن رفتن خنده کرده، بعد گفتن که پگاهی دیگرش اون من چیزی دیگرش هم گفتن خدا رحمت کنه عبدالله جان غفور گفتن که و یک شنبه هم نداره. و من همین امروز پیوستگی شما هم با رادیو با کمالی سخن در مورد برنامه‌ای که با شرح غزل‌های شاعر شهیر کمال گویم صورت میگیرد در رادیو ولایت و همچنین اون برنامه آینه شب این بار دیگر ثابت میکند که گویم تلویزیون یک جزء زندگی شما است. خوب استاد تشکر. و یک قسمت برنامه ما در مورد چون نفری که صاحب دل هستید، نفری که در تربیت شاگرداش ارزنده گذاشتید، شما نفری هستید گاهی نشسته یک سخن
دل رو برای یک نفری گویم که وای گرفته تواند بعضی در آدم همیشه اندیشه پیدا میشود و یک بخش برنامه ما سه مصلحتی سودمند برای بیننده جوانی ما، مخصوصا برای جوانان. من میخواستم اگر این لحظه ما رو جوانان نیست تماشا کرده سودن، برای جوانان سه پندی مهمی که مثلا شما برای جوانان گفتم میخواستم اینجا ارائه کرده باشید برای آنکه توانند که اون سه پند در زندگی آنها به کار بیاید. اصلا خیلی برای پند دادن شاید حالی ما جوانتر باشیم، لیکن جیبش همین که پند گرفته توانستن یا اندرز قبول کردن این یکی از خصوصیت های بزرگی انسان است. مثلا هر کسی که مثلا ابو عبدالله رودی که میگوید که بر از تجربه روزگار بهره بگیر که بهر دفع حوادث تو را به کار آید. در مورد جوانان اگر در ساحه علم باشند یا در ساحه ژورنالیستیک باشند، من در ساحه ایجاد باشند، من یک پند نه همین خیلی درخواست داشتم، خواهش داشتم که از همه مهمش در زندگی مسئولیت و مسئولیت شناسی در خط اول باید قرار گرفته باشد. اگر شما در انجام دادن یگان کار آغاز کردید، آن رو تا با آخر بردن این مسئولیت است. دوم، در زندگی همیشگی داشتن برنامه کاری. انسانی که برنامه کاری دارد و همه روزه می نویسد که امروز چی کار رو باید به انجام رساند و در پایان روز هست و نیست میکند که کدام کار رو به انجام رساند کدام کار رو به انجام نرساند، او به مقصدش میرسد. سوم، همین غنیمت دانستن وقت. این وقت همین خیلی چیز است که اگر کاری رو گفتید که فردا میکنم، دانید که نمیکنید. هر کار، هر عملی رو که شما میخواهید به انجام رسونید باید همون لحظه آغاز کنید. این چیزهایی هستند که مربوط به رشد هم فعالیت و رشد شخصیت است. این نهایت مهم است، مخصوصا برای جوانانی که امروز مثلا میخواهند در زندگی کامگار باشند، در زندگی سربلند باشند، در زندگی دستیاب باشند، موفق باشند. تشکر. من مصلحتی سوم استاد تصدیق میکنم برای آنکه اگر من همین گونه گویم دفتری قیدها اگر من گویم شاید 4 ماه 5 ماه اگر یک بار ایواز کنم، استاد راستی فکر میکنم یک ماه به یک دفتر ایواز میکنه، چون که هر روز نقشه هاشون می نویسن. من میدونم، من شاهد. تشکر بیننده های ارجمند. فکر میکنم از این صحبتی ما برای خود شما البته بهره های تازه گرفتید، به خاطر آنه که من فکر میکنم استاد واقعا اینجا بسیار مطلبای خیلی پرمضمون رو بیان داشتند و این صحبتی ما در روزهای صورت میگیرد که استاد عزیزی ما، استاد سخنشناس ما، ژورنالیستی معروف سید مولانا سیدوف به سنی کمالات میرسند، 50 ساله میشوند و استاد عزیز رو پیش از همه با این سنی کمالات معنوی، کمالات انسانی صمیمانه مبارکباد میگویم. همیشه عمری دراز و عمری با پربرکات در حلقه دوستان و پیوندان و اهل عائله همیشه. لیکن اینجا من همون یک مصری کمال میخوام گویم که 50 سال عمر رفت، در دا که عمر رفت و نکردیم هیچ کار. به هر صورت انسان همیشگی این هم بسیار خوب است که مثلا انسان همیشگی با نظر انتقادی به فعالیت خودش نگاه میکنه، چون وقتی از کاری خودمون قناعتمند شدیم فکر میکنم بگیم علاقه فارغ بال هم میشه. استاد باری دیگر تشکر، باری دیگر شما رو تبریک میکنم. به شما پیش از همه عمری کتاب‌های پر ارزش رو، عمری کتاب‌هایی که واقعا انسان اگرچه بگیم فرض کردیم حدودی تا 100 سال عمر بیند، لیکن فعالیت او مثل اون کتاب‌های گران ارزش است که مثلا 1000 ساله ها خیلی که فرض کردیم رودکی 1100 سال پیش بود و بعد 1000 سال رودکی استاد لایق آمد که امروز میگویم و باز عصرهای دیگر و این همچنین بزرگان دیگر که من فکر میکنم هر یک کاری که انسان در فاصله عمر خودش انجام میدهد اون کاری ماندگار نام او را برای سالها و برای عصرهای دیگر همیشگی زنده و پاینده نگاه می‌دارد. استاد برای اشتراکتان به شما تشکر میگویم.
بیننده‌های ارجمند، در همین جو برنامه در صحبتی صاحب دلان با یک نفر صاحب دل اینجا به انجام میرسانیم. باقی همیشه خانه‌تان پر از نان گندم باشد و چهره‌تان همیشه پرنور باشد. خیر، خانه آباد و کامیاب باشید.